اینجا فصل مشترک ماست، مسیری که از 20 سال پیش شروع شده و هنوز هم داره شکل میگیره. عبدالله پارسا هستم. سروش عطارزاده‌ام. مهدی شیخ اسدی هستم. آیده وطنپرست هستم. من آرش احمدیان هستم. من مهسا شکاریان هستم. من پدرام هستم. سلام علی هستم. امیر حسین تیمورتاش هستم. مهسا سوریان هستم. من هانی غلامی هستم. من افسانه قلعه‌نویی هستم. فرزانه زریدونی هستم. حمیدرضا نیکوقدم هستم. سام سمتیان هستم. عبدالله گلزاری هستم. سمیرا مشیریان هستم. صبا اخلاقی هستم. فاطمه جمادی هستم. عرشی ضیافتی هستم. یگانه خلیلی هستم. نگار حیدری هستم. امیرعلی قایونی هستم. ملیکا صادقی ام. و اکنون به بهانه هفته معمار گفتگویی داریم با دانشجویان و فارغ التحصیلان معماری دانشگاه فردوسی مشهد.